حماقت با مرگ مجازات نمیشه، چون اگه میشد جمعیت دنیا به شدت کم میشد. لورل کی همیلتون. و خب تنها کسی نیست که به این موضوع فکر کرده. در طول تاریخ نویسنده های زیادی به حماقت انسان ها پرداختند و اگه بخوایم رو راست باشیم، حماقت همیشه جزئی از زندگی بشر بوده. انیشتین میگه دو چیز بی نهایته: جهان و حماقت انسان. البته در مورد جهان مطمئن نیستم. ما معمولاً حماقت رو نادیده میگیریم و واقعیت اینه که بیشتر از چیزی که فکرشو بکنیم به ما آسیب میزنه. دیتروش بونهوفر یه جمله سنگین داره که میگه حماقت از شر بدتره. از نظر اون عامل اصلی جنگ جهانی دوم نه شرارت بلکه حماقت بود. سلام به دنبال کننده های شیوه گرگ. من اینجا هستم تا امروز سفری رو شروع کنیم به قلب یکی از سوالهای خیلی مهم و بحث برانگیز که چرا مردم اینقدر احمق هستند. یه مورخ ایتالیایی به اسم کارلو چیپولا توی یه مقاله کوتاه به اسم قوانین پایه حماقت بشر که در سال 1976 نوشت، سعی کرد جواب این سوال رو بده. این مقاله رو اول فقط برای چند تا از دوستاش فرستاد، نه به خاطر اینکه حرف حساب نداشت، بلکه چون لحنش طنزآمیز و گزنده و کمی بی‌پروا بود. اما در عین شوخی نکته‌های بسیار جدی و تیزهوشانه‌ای داشت. چیپولا صرفاً دنبال خندوندن مخاطب نبود، بلکه می‌خواست یک نیروی بنیادین که جوامع رو شکل میده شناسایی کنه. حماقت انسانی. چیپولا باور داشت که اگه بخوایم دنیا رو بهتر بفهمیم و خودمون رو از آسیب‌های حماقت محافظت کنیم، باید بتونیم حماقت رو به درستی تشخیص بدیم. نه برای تمسخر، بلکه برای درک بهتر و برخورد منطقی. برای این کار چیپولا 5 قانون اصلی حماقت انسان رو مطرح کرد. اما قبل از اینکه بریم سراغ اون 5 قانون، لازمه با دسته‌بندی‌های آدم‌ها از نگاه اون آشنا بشیم. آدم‌های باهوش، کسایی که نه تنها به خودشون سود میرسونن، بلکه برای جامعه هم مفید هستند. رفتارشون برده. میدونن چطور منافع جمعی رو به نفع شخصی تبدیل کنن. مشکل گشا، خلاق و مشارکت جو هستند. پیشرفت میسازن و بقیه رو هم با خودشون بالا میکشن. در این بین دقت کنید ببینید که شما جز کدوم دسته هستید. راهزنها فقط به خودشون فکر میکنن و ضررش رو بقیه میدن. ممکنه باهوش به نظر برسن، اما در اصل فرصت طلب و خودخواه هستند. برای سود شخصشون از بقیه سوء استفاده میکنن بدون اینکه به آسیبی که وارد میکنن اهمیتی بدن. آدمهای بی‌دفاع معمولاً به نفع جامعه کار میکنن. حتی از خودگذشتگی دارن، اما به خودشون ضرر میزنن. به راحتی قربانی میشن، مخصوصاً توسط راهزنها. قصدشون خوبه، ولی بلد نیستن از خودشون محافظت کنن. و اما خطرناکترین دسته، احمقها. برخلاف راهزنها که حداقل برای خودشون سود دارن، احمقها نه تنها به بقیه آسیب میزنن، بلکه خودشون هم ضرر میبینن. نه هدف دارن نه منطق. رفتارشون غیر قابل پیش بینیه، عذاب آور و مخربه. چیپولا هشدار میده که احمقها از مافیا، ارتش یا حتی جنبش‌های افراطی خطرناکترن، چون بدون اینکه حتی بفهمن دارن به اطرافیانشون ضربه میزنن و هیچ منطقی هم پشت کارشون نیست. اما یه دسته دیگه هم هست که چیپولا بهش اشاره میکنه، گرچه کمتر بهش توجه شده. دوست بی اثر. آدم‌هایی که نه مفیدن نه مضر. بود و نبودشون هیچ تفاوتی در زندگی دیگران ایجاد نمیکنه. در واقع این افراد هیچ اثری روی اطرافشون ندارن، نه مثبت نه منفی. اما آدم‌های احمق ماجراشون فرق میکنه. اونا بدون ذره‌ای توجه به دیگران دست به کارهایی میزنن که نه منطقی‌ان و نه قابل پیشبینی، و همین غیر قابل پیشبینی بودن باعث میشه برخورد با اونها واقعا سخت و طاقت فرسا بشه. حتی خود احمق‌ها هم از رفتار هم‌نوع‌های احمق خودشون کفری میشن. یکی از ترسناکترین نکاتی که چیپولا مطرح میکنه اینه که حماقت یه ویژگی ذاتی و درونیه. یعنی یه نفر احمقه چون ذاتاً احمقه
و هیچ بحث منطقی، مدرک یا دلیل قانع کننده‌ای نمیتونه نظرش رو عوض کنه، چون که رفتارش از پایه با منطق بیگانه است. فرقی نمیکنه چقدر توضیح بدی یا استدلال بیاری، اون نمیفهمه چون نمیتونه بفهمه. و اینجاست که به اصل هشدار چیپولا میرسیم. حماقت خطرناکه چون نمیشه باهاش منطقی برخورد کرد. برای همین چیپولا 5 قانون پایه حماقت بشر رو مطرح میکنه تا بتونیم بهتر بشناسیمش و شاید توی این دنیای پرآشوب راهی برای کنار اومدن باهاش پیدا کنیم. قانون اول، ممکنه در نگاه اول اغراق‌آمیز یا بدبینانه به نظر بیاد، اما وقتی دقیق تر نگاه میکنیم به یه حقیقت تلخ میرسیم. هر چقدر هم که فکر کنیم تعداد آدم‌های احمق اطرافت زیادن، واقعیت اینه که بیشتر از اونیه که حتی فکرش رو میکنی. ما معمولاً تعداد احمق‌ها رو دست کم میگیریم، نه به خاطر ریاضیات اشتباهی یا آمار غلط، بلکه چون فرضیاتمون درباره هوش غلطه. ما اغلب فکر میکنیم کسی که تحصیل کرده است، شغل خوبی داره یا جایگاه اجتماعی بالایی داره پس حتما باهوشه. اما این تصور اشتباهه. واقعیت اینه که آدم‌های احمق توی همه سطوح جامعه حضور دارن، در لباس‌های مختلف با عناوین و القاب متفاوت درست جلوی چشممون و هر روز باهاشون روبرو میشیم، در محل کار، خیابان، گاهی حتی توی جمع دوستان یا خانواده، و همیشه غافلگیرمون میکنن. قانون دوم، شاید یکی از مهمترین و شوکه کننده ترین قوانین باشه. حماقت رو نمیشه با آموزش، موقعیت اجتماعی، جنسیت، نژاد یا درآمد فیلتر کرد. هیچ فاکتوری نمیتونه تضمین بده که یه نفر احمق نیست. چیپولا میگه حماقت یه ویژگی ذاتیه، یه چیزی که باهاش به دنیا میای، مثل رنگ چشم یا گروه خونی. توضیحش کاملا تصادفی و یک نواخته. در همه جا هست، حتی در بالاترین و نخبه ترین سطوح. و حالا میرسیم به مهمترین بخش نظریش، قانون طلایی چیپولا. یک آدم احمق دیگران رو آسیب میزنه بدون اینکه خودش سودی ببره و حتی معمولا خودش هم ضربه میخوره. اینجاست که حماقت از بقیه رفتارهای انسانی متمایز میشه. نه از روی نادانیه، نه از روی بدجنسی، بلکه یه جور رفتار خود ویرانگر و متقابلا مخربه که به هیچ کس سود نمیرسونه، حتی به خود اون آدم. آدم‌های باهوش همیشه با حماقت مشکل دارن. سعی میکنن تحلیلش کنن، براش دلیل بتراشن یا حتی کنترلش کنن. فکر میکنن حماقت فقط یه سوء تفاهمه، یه جور بی تجربگیه که با آموزش درست میشه. اما اشتباه میکنن. حماقت ریشش عمیق تره، خطرناک تره، غیر قابل اصلاح تره. و همینجا چیپولا یه هشدار میده. هیچ وقت با آدم احمق همکاری نکن. هر کاری هم بکنی تهش خراب میشه. یه راهزن فقط ثروت رو جابجا میکنه. تو ضرر میکنی، اون سود میبره. ولی مجموع سیستم در تعادله. اما یه آدم احمق چی؟ ارزش خلق شده رو نابود میکنه. روابط رو خراب میکنه، نهادها رو متلاشی میکنه، سیستم ها رو از هم میپاشونه و هیچ کس سودی نمیبره. نه تو نه اون. چیپولا میگه تمدن ها نه به خاطر اینکه احمق زیاد دارن سقوط میکنن، بلکه به این خاطر که اجازه میدن آدم های احمق بیش از حد آسیب بزنن. در جوامع سالم آدم های باهوش جلوی حماقت رو میگیرن، ولی در جوامع زوال حماقت آزاد میشه. بقیه هم یا بی‌دفاع و ناتوان میشن یا خودشون تبدیل به یه راهزنهای بی‌ملاحظه میشن. این همون چیزیه که چیپولا اسمش رو میذاره سقوط کشور. اما وقتی حماقت با قدرت ترکیب بشه، فاجعه چند برابر میشه. یه آدم احمق در جایگاه قدرت، در سیاست، در تجارت یا در بدنه اداری میتونه نابودی وسیع به بار بیاره. سیستم ها رو مختل میکنه، بحران هایی رو راه میندازه که هیچ کس نمیتونه پیش بینی یا کنترلشون کنه. در این نقطه آسیب دیگه شخصی نیست، جمعیه و اغلب غیر قابل بازگشت. چیپولا هشدار میده حماقت فقط مختص آدم‌های بی قدرت نیست، در همه سطوح هست و وقتی پله‌های قدرت رو طی کنه، هزینه‌اش برای جامعه نجومی میشه. یه آدم احمق با تریبون، مقام یا دنبال کننده یه نیروی ویرانگره، چون حالا فقط با نادانی یه نفر طرف نیستی،
با آشوبی ترافیک بزرگ نمایی شده و توسط دیگران دیده شده. برای همین چیپولا میگه آدم‌های احمق از مافیا خطرناکترن، از ایدئولوژی‌های افراطی بی‌ثبات‌ترن و از هر تئوری توطئه‌ای ویرانگرتر. در برابر احمق بودن حتی خدایان هم بی‌دفاعن.